سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کانال مستر کریپتو. در کنار شما هستیم با تحلیل فوری بیت کوین و اتریوم. لطفا قبل اینکه بریم سراغ تحلیل ما رو برای تحلیل بیشتر لایک و سابسکرایب کنید. خب دوستان، بیت کوین در حال از دست دادن مهمترین حمایت خودشه. مهمترین حمایتش میشد 107500. در صورتی که این حمایت از دست بره ما شاهد ریزش بیشتر بیت کوین تا $100,000 و در بدترین حالت تا $90,000 خواهیم بود. و در صورتی که این حمایت رو از دست نده و بالا این حمایت بمونه ما میتونیم شاهد رشد مجدد بیت کوین تا $125,000 باشیم. در کل این حمایت خیلی مهمه که احتمال از دست دادن این حمایت هم بالاست، اما در صورتی که از دست بره ما دو تا حمایت دیگه داریم، $100,000 و $90,000. تا زمانی که $90,000 از دست نره در تایم فریم هفتگی بیت کوین سودیه، اما در صورتی که $90,000 رو از دست بدیم ما میتونیم شاهد ریزش بیشتر بیت کوین حتی تا $80,000 هم باشیم. پس در صورت کلی با از دست دادن 107,500 در تایم فریم روزانه بیت کوین ریزش خواهد بود. بریم سراغ تحلیل اتریوم. خب دوستان، اتریوم هم وضعیت خوبی نداره. من انتظار ریزش بیشتر از اتریوم رو دارم. اتریوم اگه بخوایم حمایتی در نظر بگیریم در تایم فریم روزانه، حمایتش همین قیمتی که میشه 103,800 و در صورتی که 3800 از دست بده ما میتونیم شاهد ریزش بیشتر اتریوم تا 3363 باشیم که احتمالش خیلی زیاده به این عدد برسه و من انتظار دارم بعد از رسیدن به 3363 دوباره از خودش رشد نشون بده و به تارگت 5000 برسه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما بودین. این تحلیل صرفا نظر شخصی ماه و استفاده شما از این تحلیل به عهده خودتونه.